کتایون ریاحی سعید پورصمیمی را متهم به تعرض کرد. در این قسمت از قصه های پنهان به افشاگری کتایون ریاحی علیه سعید پورصمیمی و دفاع پورصمیمی از خودش و ماجرای شکلگیری و حواشی جنبش میتو در ایران میپردازیم. پس با ما همراه باشید. سال گذشته و پس از حمایت‌ها از سعید پورصمیمی که اولین تجربه حضور خود در یک جشنواره بین‌المللی مشهور را کسب می‌کند، به یک بار رنگ عوض کرد. در حالی که همه از حضور این بازیگر با سابقه در یک فستیوال بزرگ تمجید می‌کردند، کتایون ریاحی دست به افشاگری بزرگ علیه این بازیگر زد. ماجرای تجاوز به کتایون ریاحی از این قرار است که او در اینستاگرام خود می‌نویسد: این عکس مربوط به 25 سال پیش است. آن سالها آقای داوود رشیدی ریاست هیئت مدیره خانه سینما و آقای پورصمیمی دستیار یا معاون بودند. من توسط همکاران خودم در خانه سینما به اتهامات واهی بازجویی و مؤاخذه شدم. آقای پورصمیمی که در نقش بازجو وارد شده بود، با سوء استفاده از موقعیت خود به من تعرض کرد. روزگار سختی بود و من هیچ نگفتم. هنوز پس از 25 سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام نیافته و آزرده است. به یاد داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار نشود، اگر اخلاق و قانون اقتدار نداشته باشند، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت می کند. در این پست اینستاگرامی کتایون ریاحی سعید پورصمیمی را متهم به تجاوز کرد. سعید پورصمیمی با فیلم برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی در جشنواره فیلم کن 2022 فرانسه کنار ترانه علیدوستی، نوید محمدزاده و پیمان معادی حضور دارد که در این فیلم فرهاد اصلانی هم بازی کرده است که او نیز مدتی قبل به آزار جنسی متهم شده بود. با افشاگری‌های چند وقت اخیر برای همگان مشخص شده که فساد جنسی در پشت صحنه سینما چقدر بیشتر از آنچه تاکنون از آن صحبت می‌شود وجود دارد. اولین واکنش سعید پورصمیمی به اتهام کتایون ریاحی بسیار جنجالی شد. صحبت‌های پریزاد سیف، کارگردان و بازیگر تئاتر و همکار 16 ساله سعید پورصمیمی، از قول این بازیگر با سابقه راجع به اتهام تعرض به کتایون ریاحی توضیحاتی را بیان می‌کند. با هم این ویدئو را می‌بینیم. تونستم که توی این مدت با آقای پورصمیمی تماس بگیرم و اصلا این خبر رو به ایشون بدم که حداقل دوستان و همکارانشون شاید براشون رفع ابهام بشه. ایشون اهل رفتن در فضای مجازی، حتی موبایل هم ندارن و در جریان هیچی نبودن. الان در حال جمع کردن مدارک و اینها هم هستیم که ایشون به محض برگشتشون یک شکایتی رو ترتیب بدیم که در اون دقیقاً از این خانم خواسته بشه که واضح صحبت کنه. قضیه مربوط به 25 سال پیش هستش. 25 سال پیش سرکار خانم ریاحی سر یک سریالی بودن که من ترجیح میدم اسم سریال و کارگردان رو نگم. سر این سریال که بودن درست زمانی بود که اولا آقای داوود رشیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما نبودند، رئیس انجمن بازیگران بودند. آقای پورصمیمی بعد از رفتن آقای خاکبازان از طرف وزارت ارشاد به عنوان داور خانه سینما انتخاب شدند و قرار شد که مشکلات سینمایی ها، حالا از مشکلات مالی سر قرارداد، اتفاقاتی که میفته گرفته تا حتی این جور مسائل توسط خود خانه سینما بهش رسیدگی بشه و یک جور رازداری و به قول معروف حقوق دیگران و آبرو و حرمتشون حفظ بشه و این به این نرسه که یک کسی بره بیرون شکایت بکنه و خب قضایای دیگه که اون موقع پیش میومد. آقای پورصمیمی سالها داور خانه سینما بودند. ایشون در اون زمان گزارش‌های بسیار زیادی از پشت صحنه فیلمبرداری این سریال به خانه سینما رسیده میشه. تمام اعضای اون سریال، بازیگرها، عوامل دیگر که همشون هم آدم‌هایی که الحمدلله بیشترشون در قید حیات هستند و این قضیه رو میدونند و این اخبار و این گزارشات و این شکایات به دست خانه سینما میرسه و قاعدتاً به دست کی میرسه؟ به دست داور خانه سینما برای تمدید کارتشون یا ادامه این عضویت و این حرفا. به هر حال ایشون رو میخوان اونجا که خانم محترم از شما این شکایت ها شده و قضیه اصلا قراری که در محدوده سینما حل بشه و حرمت اینها نگهداری بشه و هیچ کس به جای بیرون از این ماجراها کشیده نشه و جای واگو نشه. داوود رشیدی تشریف داشتن، آقای پورصمیمی تشریف داشتن و از ایشون همین سوال ها میشه. ایشون تنها کاری که میکنن اینه که عضویت خانم کتایون ریاحی رو از خانه سینما موقتاً
لغو میکنن، یعنی در واقع ایشونو اخراج میکنن بر اساس اون صحبت‌ها و حرفا و شنیده‌ها. و من این رو میخوام بدونم در خانه سینما، در اتاقی که آقای داوود رشیدی هم حضور داشتن و حالا کسان دیگه نمیدونم، ایشون از موقعیت خودش استفاده کرده و به خانم ریاحی تعرض کرده. کلمات بار معنایی قضایی دارن، هر کلمه‌ای معنای خودشو داره. ایشون با هوشمندی تمام کلمه تجاوز رو به کار نبرده، کلمه آزار جنسی، خشونت جنسی رو به کار نبرده، اما در مورد تعرض هم توضیح نداده، چون حداقل مخاطب عام فضای مجازی که وقتی یک پستی رو که به میتو هم اتفاقا و اون 800 خانم سینماگر خانه تئاتر و سینماگر هم ارجاع میشه، تعرض هم تجاوز میبینن. آقای پورصمیمی صحبتی که با من کردن این دقیقاً چیزی که گفتن اگر اخراج این خانم معنیش تعرضه، پس من تعرض کردم و ایشون رو حکم دادم که حداقل تا زمانی که من هستم شما نمیتونید عضو انجمن بازیگران باشید. ماجرای جنبش میتو ایران از افشاگری یک دستیار کارگردان در اینستاگرام شروع شد. در واقع ماجرا از خیلی پیشتر آغاز شده بود، از افشاگری‌ها علیه آیدین آقداشلو، نقاش مشهور، به ویژه پس از رکورد شکنی در حراج تهران. البته باز هم غرب‌تر از آن آغاز شده بود، جایی که ده‌ها دختر فارغ التحصیل دانشگاه تهران علیه فردی به نام کیوان الف در فضای توییتر افشاگری کردند و تعداد روایت تجاوز به حدی زیاد شد که پلیس به ماجرا ورود و این فرد را دستگیر کرد. پس از آن جنبش میتو علیه سوء استفاده و آزار جنسی در ایران هم با قوت ادامه یافت و هر از گاهی روایت‌های جسته و گریخته از آزار و تعرض در فضای هنر، روزنامه‌نگاری و غیره منتشر می‌شد، تا اینکه در اولین روزهای قرن جدید سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان، نسبت به آزارهایی که از جانب بازیگر مشهور فرهاد اصلانی حین فیلمبرداری یکی از آثار حاطف علیمردانی دیده بود، پرده برداشت و این آغاز دومینوی میتو بود. این افشاگری موجب شد تا جمعی از زنان فعال در سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه بیانیه‌ای صادر کنند. پس از این بیانیه که 800 امضا داشت، با رأی اکثریت این افراد هیئت 5 نفره زنانه برای رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در سینما شکل گرفت که هانیه توسلی، ترانه علی دوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی بودند. در همین حین و زمانی که حضور سعید پورصمیمی، بازیگر 79 ساله برادران لیلا، روی فرش قرمز کن موجی از تمجیدها را به همراه داشت، کتایون ریاحی به گفته خودش بعد از 25 سال سکوت را شکست و مدعی تعرض پورصمیمی به او در خانه سینما شد. لادن طباطبایی، بازیگر مهاجرت کرده از کشور، هم ادعای مشابهی درباره پورصمیمی مطرح کرد. او البته بعداً درباره ادعای خود توضیح داد که تماس فیزیکی در کار نبوده، فقط تعرض کلامی بوده است. پس گرفتن برخی امضاها در واکنش به ادعاهای بدون سند. پس از ادعای کتایون ریاحی، تعدادی از زنان سینماگر از جمله مستانه مهاجر، هنگامه قاضیانی، پانتا بهرام و هدی زین‌العابدین در حرکتی اعتراضی امضای خود را از بیانیه مشهور زنان سینماگر پس گرفتند. انتقاد آنها به اتهام زنی به مردان سینماگر بدون ارائه سند و مدرک و پیش از اثبات جرم بود. برخی از بازیگران هم معتقد بودند که نهادهای زیرربط نظیر خانه سینما، سازمان سینمایی و قوه قضاییه باید پیشقدم شوند و به این مسائل ورود کنند. به عنوان نمونه، حمید فرخ‌نژاد در اعتراض به این شیوه از اتهام‌زنی بدون مدرک نوشت: متهم با محکوم تفاوت دارد. هر حرکتی اگر قانونمند نباشد منجر به فساد می شود. اینکه هر کس بتواند نام شخصی را بدون اثبات جرم و بدون داشتن شرایط دفاع رسانه‌ای کند، از ضعف‌های حرکتی است که می توانست مثبت باشد. این نوع عملکرد باعث رواج باجگیری و صدمه به اصل هدفی می شود که برای امنیت جامعه ما و در همه زمینه‌های شغلی لازم است. لطفاً هوشیارتر عمل کنید تا این حرکت تبدیل به تفریح بیماران جنسی و باجگیران فضای مجازی نشود. قانون را محور قرار بدهیم. اگر قصدمان تبلیغ و یادآوری خود فراموش شدهمان و احیانا باجخواهی نیست. پانتا بهرام، بازیگر سینما و تلویزیون، هم گفت:
من به یک بخش این حرکت در روزهای گذشته به شدت معترض هستم و احساس می‌کنم جنبشی که داریم در حال بدل شدن به ضد خودش است. من متوجه نمی‌شوم اسم بردن از آدم‌ها به شکل واضح و رو در رو چه کمکی به جنبش ما خواهد کرد. قرار نیست چون آزار دیدیم آزار بدهیم. قرار نیست شبیه آدم‌های انتقامجو عمل کنیم. ما قرار نیست روان دیگران را اعدام کنیم چون خودمان آسیب دیدیم. از ابتدا هم قراری نبود. ما می‌خواستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم. اسم بردن از آدم‌ها نه تنها کمکی به ماجرا نمی‌کند، بلکه ما به جای همکاری شبیه آدم‌هایی می‌شویم که داریم مقابله می‌کنیم. خواهشم این است که ماجرا را شخصی نکنید و بگذارید به شکل خصوصی تری مشکلاتمان را حل کنیم. ترانه علی دوستی هم در واکنش به متنی انتقادی با عنوان ای کاش جا نمی‌زدید نوشت: در حال انجام یک کار حقوقی ماندگار هستیم و هیچ حاشیه‌ای جلوی آن را نخواهد گرفت. اساسنامه ماه‌ها زمان می‌برد چون برخلاف واکنش‌ها و نقدهای اینستاگرامی کاری هیجانی و یک شبه نیست. در آخر این که به نظر می‌رسد جنبش میتو برای رسیدن به سرمنزل مقصود و دور ماندن از قضاوت‌های طعنه‌آمیز به جای افشاگری‌های بدون پشتوانه باید به دنبال اقدامات قانونی باشند. در آخرین بیانیه نمایندگان زنان سینماگر هم این موضوع به چشم می‌خورد. آنها تاکید کردند که به جای افشاگری در حال تدوین یک آیین‌نامه هستند و نوشتند: ما از این به بعد هیچ روایتی را منتشر نخواهیم کرد چون اساساً صلاحیت راستی آزمایی و انتشار روایت‌ها را نداریم. ما همراه راویان خواهیم بود تا زمانی که شکایت خود را به شکل مستدل در کمیته‌ای که در حال طراحی سازوکار آن هستیم مطرح کنند. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً نظرتون رو راجع به این روایت برامون بنویسید. سپاس.